سلام بر بربکس مستر موویز، در خدمت شما هستیم با یه فیلم جدید. اسم فیلم هستش An Eye for Beauty. کانادایی هست، محصول سال 2014. این آقایی که میبینید لوک هستش، یه فلش بک میزنه. این الانش بود که الان فلش بک زد به زمان قدیم. اون خانمی که دیدین همکارش بود، داشت باهاش صحبت میکرد، اسمش لینزی هست. لینزی در واقع همکاری بود که توی تورنتو با هم دیدار میکنن، اونجا میشناسدش. الان میاد برمیگرده به خونه و زندگی خودش که توی حالت یه روستا تور هستش. این لینزا اینه و اینجا هی خاطراتش یادش میاد که با لینزی بوده صحبت میکرده. ایشون ایشون استفانی همسرش هستش که میبینیم بند خود تو کار پرورش گلوگی هایی که خیلی هم بچه ها حال میکنن هم هست. اینجا با همسرش میاد یه تعطیلاتی خوشگذرونی رو میکنه، یه صحنه به شدت زیبا رو اینجا شکل میده و میره سراغ کار. این آقایی که دیدین اسمش راجر بود. ایشون معماره. در واقع این لوک داستان ما، این آقای لوک معمار هست و میبینیم که روابط سردی با همسرش داره و اصلا بیشتر درگیر کار و زندگیشه و گهگوداری هم با این لینزی تلفنی صحبت میکنه، ولی به صورت یواشکی اینجا خبر ندارن اصلا. و میبینیم خیلی هم لوک حساسه روی رنگا، روی مثلا قرینه بودن یه سری چیزا. و همسرش استفانی که ایشون باشه که از قضا مربی ورزش هم هست و خیلی توی ورزش کلا مقام اینا داشته می آورده، ولی از وقتی با این ازدواج میکنه زیاد حال نمیکنه و افسرده طور میشه. ولی نه اینکه دوست نداشته باشن، هم اتفاقا خیلی هم دوست دارن. اینجا میبینیم که لوک پیچیده خونه رو اومده دوباره به کانادا و میخواد که کلا یه جلسه که حتی نیازم نبوده باشه ولی اومده خودش رو اونجا در واقع جا داده به اصرار لینزی. بعد اینجا میبینیم که حالا بعد از جلسه کاریشون هم حتی میان یه نهاری میزنن. بعد در واقع لوک با لینزی میرن. لینزی بهش میگه که نیاز نیست هزینه کنی، بیا خونه من. لوک هم که دیگه ماشاءالله دیگه با کله. بعد اینجا بهش میگه که وسط راه که باشون بوده چرخی میرفتن، لینزی به لوک میگه که در واقع من شوهر دارم ولی خب دوست دارم که در واقع تو هم تو کنارم باشه، خوشحال میشم. هیچ دیگه اینو میبره خونش، ولی میپرسه همسرت کجاست؟ میگه که نیستش، رفته در. خلاصه هیچی دیگه. این یه شب قشنگ با هم هستن و اینکه این فیلمو حتی پیشنهاد میدم که ببینید. فیلم زیبا در عین حال پیچیده ایه. و اینجا لینزی حتی به لوک میگه که اینجا شهر کوچیکه، بهتره که تو زودتر از من بری. و اینجا از هم جدا میشن و خیلی لوک کلا میفهمه که ارتباط سنگینی با لینزی داره، ولی این ارتباط بیشتر از طرف لینزی هست. یعنی لینزی از طریق ارتباط چشمی که با لوک داشت اینجا تقریبا میشه گفت عاشقش شد. برمیگرده به خونه زندگیش و یه چیزی میبینه، میرن گلف بازی کنن که همسرش که استفانی باشه رو با ملیسا میبینه. ملیسا کیه؟ اگه این دوستش که دکترا رو ببینین، ایزابل، در واقع ایشون یه همسری داره که ایشون خانومه، ملیسا. آره ایشون لزبیان هستش و اینجا بود که همسر خودشو با همسر این دید و یه ذره پیچیده میشه میگم. بعد این فیلم رو راستی میتونید تو کانال تلگرام دانلود بکنی به صورت نسخه کاملش و همچنین زوم‌نویس فارسی. اگه تا اینجای کار دوست داشتین لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. میبینیم که اون گله که یادتون باشه رو پرورش داده و میذاره حالا یه قسمت انباری خونش که خشکشون بکنه. حالا اونا ماریجوانا رو میخوان خوش بکنن و بکشن. اینجا میفهمیم که راجر که ایشون باشه، ببینید لوک معماری میکرده، نقشه رو میکشیده، راجر اجرا میکرده و راجر مریض میشه، کمردرد میگیره و بیمارستانی میشه، ولی اصلا از بیمارستان خوشش نمیاد و میخواد که برگرده به خونه. ولی خب دوا دکترش رو از طریق ایزابل اجرا میکنه. اینجا میبینیم که باز هم لینزی به لوک زنگ میزنه، ولی در عین حال لوک با استفانی خوبه، اصلا هیچ مشکلی با این نداره، ولی میفهمه که استفانی، حتی دوستاش هم بهش میگن که استفانی دچار افسردگی شده. اینجا
این آقایی که دیدید نیکولاس در واقع دوستشه که اونجا بهش میگه که اونم البته بگم لوک به نیکولاس هم مثلا داستان خودش و لینزی رو میگه و با اون در میون میذاره. لینزی هم همینطور، لینزی همسری که داشته رو در واقع طلاق میگیره و جدا میشه و توی خونه که اتاق هم حتی نداره بهش میگن استودیو زندگی میکنه. اینجا میبینیم که بعد از کشیدن اون ماریجوانا در واقع استفانی حالش بدتر میشه، حتی میبینیم که اصلا حواسش به کارش نیست، کلا کار و زندگی رو ول کرده. اینجا راجر از لوک خواهش میکنه که منو برگردون خونه، اونم با ایزابل مشورت میکنه و میگه باشه و میارتش خونه. اینجا میفهمی که یه برفی تو راهه، برف که چه عرض کنم بورانی تو راهه و ارتباط عمیقی و لوک در واقع با راجر داره و اینجا میگه که با پسر عموی من میتونی راهو ادامه بدی و اینجا در واقع گوزو میده و قبضو میگیره. خلاصه هیچی دیگه، میرم مراسم خاکسپاری و اونجا میبینیم که بعد از این که حالا خاکسپاری اون بنده خدا تموم میشه، لینزی دوباره زنگ میزنه به لوک که آره من دارم میام، ولی یه تفاوت اینجا داره. ببین من بچه‌ای که دارن خلاصه کار میکنن، لینزی اینجا داره به لوک میگه که من دارم میام کبک. حالا من نمیدونم بچه‌ها چرا اینو کپک خوندن. بچه‌ها میدین هوش مصنوعی یا هر کار دیگه میکنید خواهشاً یه چکم بکنید، این کبکه. بله لینزی زنگ میزنه به لوک که میخوام بیام کبک. اون به همسرش لوک به همسرش میگه که در واقع میبینه که حالش بده، حالش خوب نیست، ولی در این حال بازم میخواد که بره به مراسم کارش برسه. اینجا میبینیم که ملیسا یه کش و قوسی به بدن استفانی هم حتی میده، یعنی کرمشو میریزه، ولی اصلا استفانی سابق نیست، خوشو گم کرده، اصلا نمیدونه کیه چیه چی کار داره میکنه. هیچی دیگه با هم میرن اسکی، در صورتی که همیشه میرفتن اسکی حال میکردن. استفانی خودش ورزشکار حرفه‌ای دوست داره، ولی بازم میبینیم که استفانی اصلا میترسه، میخواد اینجا خودشو پرت کنه پایین، میگه اینجا نباید باشیم، میبینیم اصلا دیوانه کامل شده و هیچی دیگه. میگه به لوک میگه تو برو اسکی، من نمیتونم، من واقعا اوکی نیست، اوضاع مساعد نیستم. خلاصه هیچ اینجا نیز میگذره و حالا برف سنگین اومده دیگه، بچه ها همه دور همن، یه گروه سرودی هن با هم نشستن، حالا آواز نمیدونم چیه میخونن. شما فرض کنید همون گروه سرود تئاتر خودمون. بعد اصلا اینجا استفانی به یه ورش گرفته و در دیوار داره نگاه میکنه، وسط کار داره جای دیگر نگاه میکنه. لوک و ایزابل و بقیه بچه ها متوجه این موضوع میشن. اینجا ایزابل رو داریم که میاد به لوک میگه که ببین حال خانمت خوب نیست و بهتره ترکش نکنی، ولی لوک میگه که من باید برم به کبک، ولی شما ممنون میشم که حواستون بهش باشه. اونم که میگه اون اصلا ما رو راه نمیده. اینجا میبینیم که استفانی اصلا داره خودش شومینه رو گرم میکنه، میگه من دارم میرم کبک. اون میگه برو تو که هیچ وقت نبودی، من به تنهایی عادت دارم. خلاصه هیچ. لوک داستان ما که زده بالا میاد که دنبال لینزی، اونجا یکی از در واقع آشنایان رو میبینه ولی میپیچونه و میراد بیرون. و اینجا توی کبک خب میشناسنش، یعنی در واقع لوک اینجا چند حالا جایی مختلف میرن به شهری که هستن، محل زندگیشون نزدیکه. اینجا حتی ببینید استفانی دیوونه میشه، تفنگا رو برمی‌داره، میخواد کله خودش رو بزنه و ولی اینا در عین حال دارن با هم حالا بخت میگذرن. اینجا میرن یه هتل با هم شام میزنن، با هم وقت رو میگذرونن، ولی لوک حال حس خوبی نداره و از هتل میزنه بیرون و میره توی یه موتل شب رو میگذرونه. حتی تو رو نزدیک بود که گوزپر هم بشه، چون که خوابش برد وسط رانندگی. خلاصه زندگی خیلی پیچیده است، فیلم یه ذره از این ور زیاد میشه ولی داستانش جالبه. و میبینیم که دوباره صبح فرداش میاد دنبال لینزی و با هم یه صبحونه رو میزنن و برش میگردونه به ترمینال که برگرده، ولی اونجا یه هم بغل میکنن و جوری از هم جدا میشن که دیگه تا چند سال همو نمیبینن. و اینجا لوک برمیگرده به خونه زندگی خودش، میبینه که استفانی افتاده رو زمین و میدوه میره به سمتش و فکر میکنه مرده، ولی در خیلی صورت اینجوری نیست. میفهمی که اون چند روز غذا نخورده، اصلا به خودش نمیرسه، نخوابیده، هیچ چی دیگه، کلا رو هوا.
میبینه حالش خوب نیست دیگه، اینو میبردش یه مرکزه که در واقع تحت نظر روانپزشک باشه، ولی خودش نشسته به کارش. به دوستش نیکولاس میگه که من میخوام خونه رو بفروشم، میخوام برم یه صومعه درست بکنم و اینجا هی میاد به همسرش استفانی سر میزنه. اینجا به هم اعتراف میکنن، اون به اون میگه من با ملیسا به تو خیانت کردم، اینم میگه منم با لینزی به تو خیانت کردم، کلا هیچی لو میره. این میگه چرا منو نزدی، اونم میگه چون نمیدونستم از چه واکنشی نشون بدم. میگه آخه با مرد ندیدم، با خانم دیدم. جالبه. هیچی دیگه. اینجا میفهمه که خونه رو دارن میفروشن و اینجا در واقع هم جدا میشن، ولی در این حال همو دوست دارن و اینجا با آخرین مراسم با دوستشون دارن و میره به چند سال آینده. این لینزیه، این همسر جدید لوک زن جدید گرفته، ولی همچنان لینزی رو میفهمی که دوستش داره. اینجا ولی با استفانی هم همچنان در ارتباطه، با اینکه ازش جدا شده و در کنار هم با هم هستن دیگه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بدرود. خوشتون اومده باشه.